حرف از دهنت میاد بیرون، داریوش آشوری یه نیمچه سکته‌ای میزنه. ما که دیگه عادت کردیم بهت، ولی فکر نمی‌کنم داریوش آشوری بهت عادت کنه. آقای حداد و عادل، خب ما در ایران نشاط فلسفی خوبی داریم. جناب پدرزن مجتبی خامنه‌ای، نشاط فلسفی بخوره تو سرمون، یه ذره نشاط غیر فلسفی مرحمت فرمایید لطفاً. و اینکه ببینین آقا مملکت چی شده که رفسنجانی، دختر آقای رفسنجانی باید بره با رسانه‌های عربی حرف بزنه و نمیتونه تو ایران حرفشو بزنه. رفسنجانی مملکت مال ایناست، تو مملکت ایران که همش مال خودشونه نمیتونه حرف بزنه. باید بره، چه برسه به ما، باید بره بیرون با رسانه‌های عربی مصاحبه کنه. الذي حدث لابنك حسن واخيك مهدي. البته اول اینو بگم که اتفاقاتی که برای ماها افتاد در مقابل مسائلی که مردم تحمل کردن بسیار ناچیز و اندکه. یعنی من اصلا بخوام توضیح بدم یه خوردم خجالت میکشم در این مورد حرف بزنم. ولی به هر حال پسرم برای تعطیلات سال نو به ایران اومد، تو همون فرودگاه دستگیر شد. پاسپورتش رو تا همین مثلا کمتر از یه ماه پیش، یعنی حدود بین 7 تا 8 ماه 7 ماه نگه داشتن و زمانی دادن که اون مثلا ویزا و اون شرایطی و ترم شروع شده بود، ویزا تموم شده بود و خودش حالا یه سری داستان‌هایی داره که باید انجام بشه. آخه بنده خدا چقدر مشکل دارن تو زندگیشون. رفسنجانی چی؟ مگه قرار نبود بین بد و بدتر انتخاب کنیم بالاخره یه چیز؟ نه سامان تموم شد، خاتمی بود بد و بدتر و اینا. این رفسنجانیه، اصل جنس پدرخوانده انقلابه. حالا دخترش نمیتونه تو ایران حرف بزنه میشه بگه عربی. اینا خودشون انقلاب فلان. حالا ایزی، take it easy. امشب روی صندلی پارازیتی ما فاطمه حقیقت جو نشسته. خانم حقیقت جو که همکنون در آمریکا به سر میبره، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم بود که استعفا داد. یعنی حقیقتش نه تنها استعفا داد بلکه اولین نماینده بود که استعفاش پذیرفته شد. خلاصش کردن دیگه. خانم حقیقت جو اشتباه کردین استعفا دادین از مجلس ششم؟ نه، من هنوزم که به عقب برمیگردم فکر میکنم که اون یک تصمیم تاریخی بود که نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس داشتن. 80 نفر از نمایندگان تصمیم گرفتن اعتراض بکنن به فرمایشی شدن مجلس به طور کلی، یعنی در اعتراض به اینکه انتخابات آزاد نیست. خب در اون برای انتخابات مجلس هفتم 2500 کاندیدای اصلاح طلب رد صلاحیت شده بودن، من جمله 80 نماینده، و این در واقع تشکیل مجلس فرمایشی بود. مجلس اگر فرمایشی بشه در واقع خاصیت خودش رو از دست میده، نمایندگی نمیکنه مردم رو. بنابراین من فکر میکنم که اون تصمیم یک سرنوشت تاریخی بود و باید اون کار رو انجام میدادم. خب خانم حقیقت جو، من تکلیف خودم با شما روشن کنم. شما به ولایت فقیه اعتقاد دارین هنوز؟ من فکر میکنم که دیگه کمتر کسی در جامعه ایران هست که به ولایت فقیه اعتقاد داشته باشه. اون زمان که تو ایران رفتید نماینده شدید، اینها باید التزام می‌داشتید، اون فرما رو پر کردید و اینها. بله. گفتید که من التزام دارم به ولایت فقیه. اون من زمان گفتم التزام به قانون اساسی دارم. نگفتید ولایت فقیه چون هستن. که در اون فرم ها به طور مشخص تا اونجایی که من صحبت از ولایت فقیه نبود. دارم، تا اونجایی که من یادمه بحث قانون اساسی بود. بله. گرچه ولایت فقیه اصلش بله. ولایت فقیه، بله، من گفتم التزام عملی به قانون اساسی دارم. پس به ولایت فقیه رو، حالا من سوال من اینه، بله اگر ولی فقیهی بود که بله هیچ چیزی نداره. اگر ولی فقیهی بود که نظارت حالا ولی فقیه خوب و بد بود، نه، من به سیستم ولایت نه اصلا خوب و بد نیست. اگر بالاخره اون ساختار کشور ماست در این که باید تغییر بکنه، بنده از کسانی هستم که معتقدم این ساختار باید تغییر بکنه، قانون اساسی باید عوض بشه. خانم حقیقت جو، ولی فقیه خوب و بد نه، بحث خوب و بد نیست. ولی فقیه این سیستم ولایت فقیه رو شما بهش اعتقاد؟ سوال روشن به شما پاسخ روشن به سوال شما دادم. من عرض کردم که بنده مروج تغییر قانون اساسی هستم. ساختار دموکراتیک باید در کشور وجود داشته باشه.
بنده عرض کردم که هیچ تفاوتی نمیکنه اگر مردم به شاه نگفتن، به حکومت فردی نگفتن، هیچ تفاوتی نمیکنه. حالا شخص اسمش شما ولی کار دارم. بنده همین رو آره عرض میکنم. میگم بنده مروج تغییر قانون اساسی هستم. خب این روشن شد برای ما. هنوز اصلاح طلبید؟ باز اصلاح طلبی رو در این که به چه مفهومی بگیرید. اگر اصلاح طلبی رو به مفهوم حفظ نظام جمهوری اسلامی بدونید، عرض بنده این هست که بنده مروج تغییر قانون اساسی هستم و مقاله‌ای هم در این زمینه نوشتم. اشکال تغییر ایرادات قانون اساسی فعلی رو یعنی در جمهوری یک مقاله اسلامی تنظیم بماند، فقط ولایت فقیه من نمیدونم شما برود. چرا حرفای منو یه جور دیگه به تفسیر میکنید. تفسیر نمیکنم. من فکر میکنم خیلی روشن بیان اصلاح میکنم. طلبی چند تا تعریف داره. نه من دارم عرض میکنم که من معتقدم که قانون اساسی فعلی باید عوض بشه. خب یعنی جمهوری اسلامی باشه. ولی قانون یعنی عوض بشه چی جوری بشه؟ من این تغییری که شما ازش صحبت میکنین چیه خانم حقیقی؟ قانون اساسی وقتی عوض بشه، این قانون میتونه به شکل ماهوی عوض بشه. این تغییری که شما ازش صحبت میکنین چیه واقعا؟ عوض بشه چی بشه؟ بسیار عالی. قانون اساسی که من معتقدم شکل خوبی میتونه داشته باشه، قانون اساسی است که حکومت فردی توش نیست و نوع رژیم رو مردم تعیین میکنن و طبیعی هستش که دیدگاه‌های مردم در قوانین تأثیر داره. از نظر من قانون اساسی بگونه‌ای باید باشه که هیچ دینی در اون قانون اساسی برتری نسبت به دین دیگه‌ای نباید داشته باشه، به این دلیل که از حقوق اقلیت باید، یعنی قانون اساسی باید تضمین کننده حقوق اقلیت ها باشه. این اقلیت ها میتونه اقلیت مذهبی باشه، میتونه اقلیت قومی باشه و الی ذالک. اما به این معنی نیستش که اکثریت، در واقع معلومه که در حکومت های دموکراتیک بالاخره اکثریت هست که تصمیم گیرنده خواهند بود اگر که دولت رو تشکیل بدن، اگر مجلس رو تشکیل بدن. و از نوع قانون اساسی هم بنده معتقد به استقلال قوا در قانون اساسی هستم و حکومت هم باید حکومت در واقع غیر متمرکز باشه، یعنی مردم بتونن خودشون در شهرها تصمیم بگیرن. حالا نه به مفهوم 100% فدرالیته، چون باید به تدریج اینا نکات مهم قانون اساسی است. این تصویریه که من دارم. جدیدیه شما میزنین. به هیچ عنوان حرف من جدید نیست. یعنی تو ایران بودین از این حرفا میزدین خانم؟ من مصاحبه هام ضبط شده، یعنی الان خیلی گسترده تر صحبت میکنید. یعنی در اونجا سخنی هیچ وقت کسی از من در مورد قانون اساسی سوال نپرسیده. اما اگر میپرسیدن میگفتین؟ بدون تردید اگر مورد پرسش قرار میگرفتم میشد. اما من اولین کسی بودم که در مجلس شورای اسلامی نطقی خطاب به رهبری می نویسم، چون طبق قانون اساسی موجود قوا زیر نظر رهبری است. نقض قانون اساسی که نقض حقوق افراد توسط قوه قضاییه بود رو از رهبری طلب پاسخ کردم، چون قوه قضاییه که به نظارت مجلس توجهی نمی‌کرد، زیر نظر رهبری بود. رهبر باید پاسخگو این بود، برای اینکه رئیس قوه قضاییه رو رهبر تعیین میکنه. من فکر میکنم که این خیلی چیز بود و به همین دلیل بود به نظر. نه بیشتر از یعنی بحث شجاعت نبود. من فکر میکنم که اول شما باید میومدی اون قانون اساسی تو به فعل میرسوندی و بعد اگر مقاومت صورت میگرفت میگفتی این قانون اساسی به درد نمیخوره، باید عوضش کرد. شما اول لباسی که میخری به تنت میپوشی، اگر تنگه میگی این به درد نمیخوره یا کهنه شده، من باید برم یه لباس دیگه انتخاب بکنم. بعضی لباسا رو از دور ولی میبینیم آخه به درد نمیخوره. بله درسته، ولی من اینو به همین ترتیب فرایند میبینم. به هر ترتیب مردم در سال 57 با رویای مدینه فاضله، با رویای اینکه امیرالمومنین چه میدونم دست برادرش هم سوزونده که دست رازی به بیت المال نکنه،
با این مدینه فاضله به نظام جمهوری اسلامی رأی میده. حالا درست